این که دوباره گریه کرد. فازش چی همش گریه میکنه تا یه چیزی بهش میگیم اشکش دمی مشکشه. بابا کشتی خودتا. سلام بچه‌ها، چطوری؟ اگه منو نمیشناسین، من آتنام، 30 سالمه. خیلی حال نمیکنم بگم 30 سالمه، ولی خب طوری نیست. دل باید جوون باشه. یه دختر اصفهانی ام، از تو دلی اصفهان مهاجرت کردم. تو این کانالم فقط اصفهانی حرف میزنم. لهجه اصلیم این شکلی نیست، ولی دوست دارم لهجه اصفهانی ها زنده کنم. آقا عشق میکنم. 3 ساله که به کانادا مهاجرت کردم با آقا مهدی، همون همسرم. افتخار به من بدین، من ازدواج کردم. بچم ندارم هنو، یه بچه گربه دارم، قربونش برم، اسمش پشمکه، الان 4 ماهشه. به تازگی به سرپرستی گرفتیمش از یه خانواده شیطونا خوشگل و بالاخره این کانالا زدم. انقدر پیج اینستاگرام مختلف زدم، امتحان کردم، تیک تاک زدم، آقا نگرفت. تا اینکه 2 ماه پیش، 2 ماه و نیم پیش تصمیم گرفتم یه پیج جدید اینستا بزنم و برای آخرین بار تلاش خودم بکنم. آقا گرفت. چرا؟ چون خودم بودم. حالا این کانالم زدم، انقدر کانالای مختلف زدم، دلم میخواد اینجا براتون بذارم آیدیاش. حالا مثلا اینجا میبینی یکی دوتاش. برای گربم زدم، واسه انگلیسی زدم، واسه آشپزی زدم. آقا هیچ کدومش نگرفت. آشپزیه داشت میگرفت که به این نتیجه رسیدم آقا میگه بخوام اینجوری هر هفته آشپزی کنم خیلی گرون میشه. خلاصه تصمیم گرفتم که خودم باشم، بیام جلو دوربین. همیشه دوست داشتم انگلیسی حرف بزنم. نه کاری به اعتماد به نفسش ندارم، ولی حس کردم که دوست دارم به هموطن خودم آقا اطلاع رسانی کنم. کی بهتر از هموطن خودم؟ خارجی کیا خودشون کلی اطلاع رسانی دارن که بهشون بشه. و تصمیم گرفتم که این کانالا بزنم و از تجربیات خودم، از هر چیزی که فکرشو بکنی براتون بگم. من کسی خاصی نیستم که بخوام تجربیاتی بگم، ولی گفتم شاید یه سری چیزا، مخصوصا این که من مهاجرت کردم، مخصوصا این که زندگی میفته اینجوری شلم شلواه، گفتم یهو به دردتون بخوره. با من باشین که کلی قراره چیزای جدید از من ببینین. من خیلی آدم مهمیم، من پرنسسم. امروز میخوام این ویدیو رو کل اجمعین در حدی 10 دقیقه جمعش بکنم و از اولین تجربه کاریم بگم تو کانادا که همیشه اشکم بود. آقا اصلا کاری به کانادا بودنش ندارم. تو فرض کن تو ایران، تو اروپا، تو آمریکا، هر جا دنیا که هستی، برای اولین بار من شروع کردم توی محیطی که چند تا آدم دیگه باشم شروع کردم به کار کردن. قبلا تو ایران تو خونه کار میکردم. اینطوری نبود که محیطای اداری کار کنم یا محیطای کار طراحی داخلی کمک آقا مهدی میکردم. از یه ور دیگه این که کار اجرایی در واقع معماری ها اینا. از یه ور دیگه ببین کیکا شیرینی درست میکردم، مزه چی میداد بهت بگم. همینطوری بود که همیشه واسه خودم کار میکردم. کلا این شخصیت و برای شما پیش اومده، این شخصیت و آدمی نبود که بخواد تو محیطای کار مثلا چه میدونم اداری با مثلا با 10-20 نفر آدم کار بود. چه اتفاقی افتاد؟ من اومدم اینجا و 10 روز بعد از مهاجرتم شروع کردم به کار کردن و اولش همش خوب بود. خب توی کافی شاپ شروع کردم اولش به کار کردم. به مدت 2 سالم اونجا بودم به امیدی که اونجا بتونم پیشرفت بکنم، چون خیلی زیاد علاقه داشتم به کافی شاپ ها، نمیدونم شیرینی یا اینجور چیزا. و اتفاقی که افتاد، اولین همکاری که بهم خورد مالی یک کشوری دیگه بود. میخوام نام کشور را ببرم و کلا آقا ما فرهنگامون با هم متفاوت بود. چه جوری بود؟ اینجوری بود که من مدیرم اومد بهم گفتش که من مامانم مریضه و خیلی سریع میخوام نیرو استخدام بکنم و مجبورم برم کشورم و شما اینا اون 2 تا نیرو دیگه. یکی دیگه از همکارم هموطن بودا، با هم کار میکردیم. یه بعد 2 هفته که گذشت اومد اون همکارم که مال یه کشور دیگه بودا بعد من استخدام کرد و بعد شروع کردم با این آقا هر رو کار کردن. هر رو من این آقا رو میدیدم، یه آدمی تقریبا 38-9 سالم. خب من اون موقع هم جوان‌تر بودم، بابا 27 سالم بود، تازه مهاجرت کرده بودم، زبان انگلیسی می‌دونستم در حدی که بگم بهتر بود نبود. بین همه اینا چرا دارم اینا رو برای شما میگم؟ نه اینکه من آدم مهمیم، اصلا فرض کن راجبی من نبوده، فرض کن راجبی یه آدم دیگه بوده. این شخصیتی ضعیف، این که حالا میگم ضعیف نبوده، شخصیتی بوده که این یه بچه نوپا بوده توی کشور جدید با کار جدید، یه شخصیتی احساساتی، حالا راجع به خودم حرف نزنم، وارد یه محیط کار میشه.
که تا حالا تو عمرش هم کاری بیرونی نکرده. حالا تصور کن ببین چه اتفاقی ممکنه بیفته. از اونجایی که اعتماد کرده بودم، خب ببین تو وقتی اولین کارت رو میگیری توی کشور جدید اینطوریه که سعی میکنی زود اعتماد بکنی. نمیدونم دیگه، مخصوصا اگه شخصیت کاملا احساساتی داری و منطقت کلا ببخشید عذر میخوام کپیده، آقا منطقه خوابیده، کلا فقط احساس روشنه. حالا فرض کن شروع کرد و آدما احساساتی معمولا زودم اعتماد و البته اینجا باید بگم که اشتباه از هیچ نیست، اشتباه از خودی طرفه. شروع کردم مثلا یه سری حرفا رو بهش زدن، مثل دوست باش برخورد کردن و هیچ کسی به من نگفته بود که همکار دوستت نیست، یه سری چیزا رو نباید بهش بگی. آقا هیچکی اینا رو من نگفته بود، چون من تو ایران کار ببین چقدر معضلات زیاده واسه کسایی که میان اینجا یه دفعه شوکه میشن میریزن به هم، بعد میگن خب ما میخوایم برگردیم. نه اینطور نیست که تو بخوای برگردی. خلاصه اینکه آقا ایشون شروع کرد کم کم نقطه ضعف منو، من نمیگم این نقطه ضعف یا قوت، به نظر من نقطه قوته که یه نفر راحت میتونه بزنه زیر گریه و این اشکاش گولی گولی بیاد پایین. بابا این نقطه ضعف نیست، این نقطه قوته که تو میتونی اینا رو بریزی بیرون، است تو اینجا غم باد نشه همه. آقا این دید که آره مثلا من اینطوری گریه میفته زود. نکاتی دیگه ای که بود این بود که زود اعتماد میکنم، هر چی میگم چشم. آقا شروع کرد اینجا بهش میگن باسی اراوند، میگن don't be a bossy around، میگن یعنی اینکه سعی نکن رئیس بازی در بیاری. این دید من هر چی بهش میگم، خب اونم تجربه زیاد بود، بابا 38 9 سال است، من 12 13 سال گنده تر بود، هر چی همون میگه من میگم چشم. آقا شروع کرد من گفتش که ببین تو فقط وای میستی پا دستگاه کش همین ماشینا مشتری میگیری، من فقط اسپرسو شیر اینا رو میزنم. بودم که میگفتم باشه هر چی تو میگی درسته، حتما تو یه چیزی میدونی، یه صلاحیه به این به من اینطوری کرد تا اینکه اون همکارم که اومده شد دید که من هیچ کاری بلد نیستم، نه شیر بلدم درست بگیرم نه قهوه بلدم درست بزنم. به من گفتش که تو، بهش گفتم آقا این داره به من این کارو میکنه. ببین از در دوستی هم بود، یعنی که تو اصلا نمیتونستی تشخیص بدی که نیتش چیه. فکر می‌کردی اون هر چی میگه به صلاحته. تا اینکه سرمو در نیارم، تا اینکه کم کم فهمیدم که بله ایشون داره از من سوء استفاده میکنه و داره یه کاری میکنه که به چشی مدیره نذاره یه سری. ببین این یه واقعیته بچا، خواهش میکنم اگه یکی بهت گفت وایسا اینجا این کارا بکن چون تجربهش استو بیشتره، چون استو بیشتر میدونه، فکر نکن داره درست میگه. همه آدما یه نیتی پشتی کاراشون دارن، مثلا من همین ویدیو رو دارم میسازم یه نیتی دارم پشتش، خب فکر نکن اون داره درست میگه. و خلاصه و قضیه به جایی رسید که من دیگه کم کم گریه میافتاد. هرچی اون میگفت، مثلا با شروع میکردی که بحثی دارم، مثلا میدید شیر خوب نیست، گفت این شیر که خوب نیست، بهش میگفتم با من هنوز دارم تو تمرینم، هنوز دارم یاد میگیرم، نه این شیر میریخ، فرض کن شیرم میریخ، میگفت این شیر به درد نمیخوره، این شیری که من میگم و درست میگه. اکاش فقط شیر بود، مشتری میومد جلو، مشتری با من بحث میکرد، مثلا میگفت نه این ببین این که بهت میگم یه سری محیطا تو کانادا، این که بدون میگن یه سری محیطا تو کانادا سمیه، همینه، این نمونه بارزش بوده، یه سم، یه قشنگ سم تزریق میکرد و جلو مشتری مثلا من میگفت این ساندویچه که نباید اینطوری بپیچی که، حالا مثلا کاغذش به لبش گلگلی میبوده، من لبشم مثلا فرفری میزدم، نه این مثلا دما داخلی ساندویچه مثلا به 70 درجه نرسیده، بعد دما سنج میذاش، خب واقعا میدید اون دما اون داخل 70 درجه، بعد میگفت نه میدونی تو دما سنج حتما باید بکنی اون تو جلومش. و اینطوری بود که من هر دفعه گریه میافتاد، چون تو نگاه کن شخصیتت کوچیک میشه دیگه، اون تو ذهن شخصیتت در واقع داره کوچیک میشه ولی اون شخصیتشه که داره کوچیک میشه. اما مدیرم که بالا سرمون نبود که اون حالا اون مدیری فلان شدم که حالا میخواد استودور به اینها رو میدید، آقا ولی توجه نمیکرد و من بیشتر میچزیدم. من اینطوری بودم که بابا من اومدم توی کشور جهان اول و خب من چون هیچ تجربه‌ای هم نداشتم حس میکردم که اون مدیر همه چی داره میبینه، همه چی هم دوربین داشت ولی هیچی نمیگفت. و اینطوری بود که من هر روز صبح یه روز زودتر سر کارم، اون هر روز صبح نیم ساعت 40 دقیقه دیر میکرد و مثلا شیفتش 10 صبح بود، 10 صبح ما شلوغ ترین تایمی بود که تو کافی شاپ و ایشون 10 40 دقیقه میومد و من تنها بودم. خلاصه که شروع میکردم به گریه کردن و زار زدن. اینطوری بود که دیگه این آخریا که اونجا بودن همکارام بهم میگفتن که اینم که دوباره گریه کرد، همش گریه میکنه. ببین این حرفی بود که من همیشه میشنیدم و متاسفانه اون موقع میفهمیدم که نباید گریه کنم، میدونستم که اگه گریه کنم نقطه ضعف میدم.
نمیخواستم بپذیرم که کردن نقطه ضعف نیست، نقطه قوته و اینا نمیخواستم بپذیرم. حالا اینا میخوام به تو بگم، اگه تو هم مثل من هر دفعه میزنی زیر گریه و فکر میکنی که گریه کردن حالت خوب میکنه، یه نصیحت یه بار یه نفر به من کرد: برو بشین تو ماشینت همون لحظه، برو تو دستشویی تا میتونی زار بزن، اصلا این چشات پف بکنه، ولی وقتی اومدی بیرون یه قطره اشک هم از چشت نیاد بیرون. چون قربونی شکلت برم وقتی اون میبینه تو داری گریه میکنی، وقتی مدیری تو میبینه داری گریه میکنی، همه مثل تو فکر نمیکنن که بگن گریه کردن اون نقطه قوته، همه میگن چقدر این ضعیفه، ما میتونیم سوارش شیم، ما میتونیم هر کار خاصیم با این بکنیم. ببین این یه واقعیته. حالا نمیخوام این ویدیو رو خیلی طولانیش بکنم و الان یه جوری اون ببین گریه رو کنترل نمیکنم، و فقط یه جوری اون لحظه قورتش میدم که هیچکی حتی نمیفهم من بغض کردم. وقتی که پس میبینین شما مثلا یه سریا میگن که آره بابا کانادا بی خودی بود، کانادا فلان، به خاطر اینکه احتمال 90% یا اون طرف اصلا نرفته سر کار تو عمرش مثل من، جایی بیرون تو خونه کار کرده همش و با هیچکی در ارتباط نبوده که بفهمه این چیزا وجود داره، یا اینکه از کشوری مقصد بهشتی برین ساخته تو ذهنش، یا اینکه اصلا توی بادی دیگه توی فازی دیگه سیارو مثلا نمیدونه که آقا هر جایی تو هر قرار نیست که تو اولین محیط کاری که مثلا حالا به دهن تلخ اومده قرار باشه بقیه‌اش هم اینطوری باشه. من بعد از اون کار 3 بار دیگه کار عوض کردم و خیلی جالبه که هنوزم که اینجا نشستم یه سری مشکلات هست. اگه دختر یا داره این ویدیو رو تماشا میکنی میدونم که خیلی از دخترها این مشکل دارن که این اشک لبی مشکه به قول قدیمی‌ها، یعنی همچین که یکی حرف میزنه این میاد پایین فکر میکنین دختر زفته دست دیگه. ولی بگم که بیا ویدیو بعدی کلی حرف که برات دارم بزنم و اینکه اگه با این ویدیو حال کردی سابسکرایب بر من بزنی، لایکم بزنی، منتظر ویدیو بعدیم باشی و مراقب خودت حسابی باش.